سیوم به طهارت نماز خوانی، بعدم به یادت بیاید اثر میخوانی. اگر به طهارت یکی میشود انسان که به طهارت نماز میخوانه، بعدم به یادتان که زد اثر خوانینش، تنها گذار باشین. یکی اگر امام به طهارت نماز خلق خوانه، بعدم به یادش هم که زنه، دیگه خلق نگرد، نماز خلق درست شدگی است، خودش علاهیده نماز خوانه. اگر همین حالت در کسی که رخ داد، صورت مسئله همین است. چهارم، سلام کردن را با زبان ثوابه یا بده است. شما سلام با کسی که از برادرای مسلمانتان سلام میکنین، خوب به دست سلام کنین، خوب به زبان سلام کنین، هر دوش از سنت های پیامبرمون هست. در هر دو اونها شما البته ثواب میگیرین.